لاکی 180 22 تا کار. فیلترشو خیلی فکر نمی کنم اینجوری که به داخل رسیده به بیرون رسیده، ببخشید به بیرون رسیده به داخل نرسیده. بیرون موتور تر و تمیز خوشگل، داخل موتور کر کثیف. ببین چه روغنی اینجاست، بخار روغن گیری بوکس. اینو باید تمیز بکنید. یه سری کاراست که خودش فرد باید بتونه انجام بده دیگه. حالا مکانیک وقتی میبرید فیلتر رو عوض میکنه شاید خیلی با سلیقه نباشه اینجا رو بشوره تمیز کنه براتون. کارا بهتره این مثلا تعویض فیلتر و اینا خودتون هم بتونید انجام بدید و با سلیقه همه رو بشورید تا تمیز کنید. یه فیلتر تعویض میشه براشون. قلتک خودشه و خراب کرده، کچل شده. این قسمت صافه. خدمتتون عرض کنم اسلایدرها خراب شده. این اسلایدر هم از بالا خراب کرده هم از بغل. فاصله که افتاده، گپی که افتاده مشخصه و این صدایی که میده. خدمتتون عرضم که لنت کلاش همونجور که گفتم صدایی که میداد مال گشادی جای فنره. جای فنر کش اومده و گشاد شده. خدمتتون عرضم تسمه تقریبا 20 تسمه خودشه 22,000 تا نزدیک 22,300 کار کرده. تسمه رو هم تعویض میکنیم دیگه. گریسکاری میشه، گریس ها تمدید میشه. کاسه کلاژ 22 تا کار کرده، آفرین داره. ببین یه ذره تغییر رنگ نداده. طرف 5 تا کار میکنه میسوزونه میگه بریم در اینجا رو باز کنیم. الان ایشون در اینجا، اصلا شما تا حالا در اینجا رو باز کردی؟ نه. تا الان 22 تا کار. این محفظه بسته بوده. بیا کاسه کلاژ سالم. ربطی نداره اون در باز باشه یا بسته باشه، کاسه کلاژ بسوزه یا نسوزه. داستانیه که یه سری آدمای بی سواد رو انداختن. خب بریم که جمعش کنیم.